برای که رئیس خوجگی یعنی سوربن تشریف بودیم غیر قانونی حجت کرده بود. مقامات به علیمجان ایسایف امر دادند خانه‌اش را چپه کند. خانه ای را که بعد گرفتن زمین در سال 2009 در دهه رودکی ناحیه وخش بنیاد کرد. بعد بنیاد خانه مقامات قرار دادن زمین را بیکار کردند و امر دادند زمین را به حالت پیشتر برگردانند. لیکن ما 6 نفریم. همینجا یک مد قرار تو قبر اومده. برای چی مثلا 6 نفر دیگه سو مبلغ داده زمین خریدگیان اون 6 نفر را چپه نکیسه تو قایمه را چپه. من روزیم همش چپه کنم خونه مرا چپه. شکایت او به دادگاه نتیجه نداد. در پیش روی فصل سرد قرار است این خانواده با 5 فرزند بیرون ماند. در ولایت ختلان دادستانی 91 قرار مسئولان درباره جدا نمودن زمین را به اعتبار کرده است. دادستانی ولایت گفته است که قریب 60% قرارهای بیکار شده را رئیسان فعلی برآوردند. یکی از این قرارها درباره زمین علیمجان است. علیمجان سال گذشته با قرار رئیس ناحیه در 1 هکتار و 22 ساتق زمین خوجگی دهقانی تأسیس داد. سرتیفیکت زمین او را بعد سنجش دادستانی بیکار کرد. علیمجان میگوید خرج‌های او را کسی نمیخواهد جبران کند و به این باور است که حقوقش را پایمال کرده‌اند. پروکاتور گنرالی عرضه داریم، پروکاتور ولایت عرضه داریم، پروکاتور ناحیه وخش، پروکاتور ناحیه وخش ما را نو فیراد نکرده، نو پرسیده ما را جواب گردانید. پروکاتور ولایت اومد اینا مثلا که ما قرار سر زمین دید، زمینا را چنگ کرد مو مثال صورتام زمین دیسک زاپس داشتن دیسک هم دیدم مثلا فقط یک آدم در اونجا دلش چی جناتیش مثلا آواز کرد که تمام دیگه یگان مثلا کارشناسان بر اینند که ضرر مردم به خاطر غیر قانونی دانستن قرارها جبران نمی شود. در حالتی که خوجگی دهقانی می شود خوجگی ده اون زمین ها باید مقصدناک استفاده برند برای کشت کار. لیکن در بسیار حالات ما دیده می‌بینیم که غیر مقصدناک این زمین ها غیر قانونی فروخته می شوند و در همین زمین های خوجگی های دهقانی خانه ساخته اند. خودسرانه خانه ساخته شده است. مراد منانوف در 1 هکتار زمین باغ بنیاد کرد. 80% درآمدش را از آن می گرفت. بیکار نمودن قراری خوجگی دهقانی او را به حالت ناگوار گرفتار کرده است. ضرر خود را او 10,000 تومانی حساب نموده به قول او رفت و آمد و دو او را به در اداره‌های مختلف در بر میگیرد. الان ضرر باید بنا که بنظرم باید درون کنم. انا باید نه ما یکی همه ارزان در پروکاتور گنرال هم نشده که حق مرا درسته. در اکثر موارد به اعتراف حقوقدانها رئیسان ناحیه بی رعایت ترتیب حجتگذاری قرار میبرند که عاقبت آدم‌ها را سرگردان میکنند. طبق معلومات رسمی در ولایت ختلان 100 هکتار زمینی که غیر قانونی برای بنیاد خوجگی دهقانی و خانه به مردم تقسیم شدند به مالکیت دولت تبدیل شدند. صاحبان زمین که خود را جبر دیده می‌حسابند می‌پرسند که چرا رئیسان برای برآوردن قرارهای غیر قانونی جزا نمی‌بینند.